شگرف این شبکه متخصصان گردشگری فارسی زبان است. شبکه مذکور سپتامبر سال 2022 با مقصد توسعه و پایدار نمودن گردشگری تأسیس شده است. یکی از مشکلات انتقال علم و عمل بالاخره زبانه و ما چند سه سال پیش به این فکر افتادیم که خب چرا ما یک شبکه فارسی زبان درست نکنیم. شگرف مؤسسه غیر تجارتی، غیر دولتی و غیر سیاسی است. تجربه جدید، آن چیزی که توی عرصه گردشگری امروز جاش خیلی خالی هست. رئیس هیئت مؤسسان شگرف پروفسور استاد برجسته گردشگری جهان جعفر جعفری می باشد. وقتی میگیم فارسی منظور ما فقط ایران نیست بلکه فارسی زبانان دنیا. مدت‌ها بود که فعالان گردشگری فارسی زبان در سراسر جهان به فضای برای تبادل اندیشه و ارتباط نیاز داشتند. آنها در عرصه علم و فعالیت گردشگری همکاری‌های را دارند، ولی این پیوند باید به طور حرفه‌ای و یا پروفسیونالی عملی می‌شد. مسئولین تصمیم گرفتند با تکیه به همزبانی یک پلتفرم را بسازند تا این گروه‌ها بدون مشکلی با هم ارتباط تخصصی داشته تبادل نظر و تجربه کنند.